بحث فریاد از غیر خدا شماره 2. صحبت دیگه‌ای بین مشرکین این زمان وجود داره، کسایی که برای قبرها سجده میبرن، یا مثلا یا غوث که منظورشون عبدالقادر گیلانی میگن، یا اماما رو به فریاد میخونن. شبهه دیگه بین اینها وجود دارن که میگن آقا اینی که ما امروز به فریاد میطلبیم امام علی، امام حسین به درگاه خدا درجه دارن و مقرب و نزدیک خداوند هستن، و اونی هم که در مناطق مثلا کردستان زندگی میکنه صوفیه، میگه من عبدالقادر رو دوست دارم و دوست دارم ازش فریاد کنم چون منو به خدا نزدیک میکنه و عبدالقادر اولیای خدا بوده. یا مثلا طریقه نقشبندی میگن حسام الدین نقشبندی اولیای خدا بوده چون نمیدونم در فلان جا فلان کارو کرده، در فلان جا فلان مسئله رو به وجود آورده از کرامت‌های اونه، که اینها هم خودش باید بررسی بشه که آیا این مسائل کلا حقیقت داشته یا نه. اگه حقیقت نداره جوابش مشخصه، اگر هم حقیقت داره در دین چه جوابی برای اینها وجود داره. خب و میگن ما اینها رو به فریاد میطلبیم که آدمای خوبی بودن، ما انسان رو به فریاد میطلبیم، اولیا رو به فریاد میطلبیم، در حالی که در زمان پیامبر مشرکین بت‌ها رو به فریاد میخوندن و فرق این اولیا با بت‌ها زیاده. اونها مشرکن، ما مسلمونیم. این حرفشون هم باطله. چرا؟ چون خود این جمله غلطه. میگن اونها بت رو پرستش میگردن، ما یه دونه انسان یا اولیا رو پرستش میکنیم یا ازش فریاد میطلبیم، میگیم یا حسین یا غوث یا حسام الدین یا بابا علی یا شیخ هادی. این حرف غلطه. قرآن هم ردش میکنه. چرا؟ چون 360 تا بت دور کعبه بود و مشرکین زمان پیامبر میدونستن کعبه خانه خداست، بت‌هاشون اونجا گذاشته بودن، یعنی خدا رو میشناختن، برای خدا هم عبادت میکردن، ولی همراه با عبادت برای خدا هم شریک میذاشتن. مثلا میگفتن یا الله، میگفتن یا منات یا لات، یعنی 2 تابوت دیگه هم صدا میکردن. مثل این زمان که طرف میگه یا علی، مثلا یا حسام الدین یا عبدالقادر، کنار اینها هم بعضی موقع میگه یا الله. یه چیز طبیعیه. مشرکین زمان پیامبر طبق سوره یوسف آیه 106 کنار ایمان به خداشون برای خدا شریک میذاشتن، در نتیجه ایمانشون بهشون هیچ فایده نمیرسونه در روز قیامت. یعنی ایمانشون یه نوع ایمان باطل بود، چون ایمانی که همراه با شرک باشه قبول نیست در روز قیامت. بعدم این حرف که میگه اونا بت رو پرستش میگردن، ما یه چیز دیگر رو فریاد میطلبیم، این هم غلطه. چون اونها مجسمه ابراهیم و اسماعیل رو در داخل کعبه درست کرده بودن و میگفتن اینها پیامبر بودن، ما رو به خدا نزدیک میکنن. یعنی دقیقاً حرفی که امروز میگن مردم، میگن فلانی اولیای خداست، ما رو به خدا نزدیک میکنن. وقتی که پیامبر مکه رو فتح کرد 360 تا بت رو شکست و داخل کعبه رفت و مجسمه ابراهیم و اسماعیل رو شکست و فرمود که این 2 نفر از این کار اینها برین، یعنی این کار اینها شرکه. یعنی زمانی که ابراهیم خودش بت شکست، ولی مشرکین اومده بودن عکس خودشو، مجسمه خودشو دوباره بت کرده بودن. پس اونا مجسمه یه دونه آدم صالح، یه دونه پیامبر رو درست کرده بودن داخل کعبه و میگفتن اینا ما رو به خدا نزدیک میکنن. چه فرقی میکنه؟ مردم امروز هم همینه، یعنی همین کار میکنن. امام علی که امروز نیست، مجسمه شو درست کردن، عکسش رو زدن به دیوار، به فریاد میطلبن. یا امام حسین این زمان نی، فاطمه زهرا رضی الله عنهم اجمعین تو این زمان نیستن، عکسشون رو کشیدن، میگن این عکس اونهاست. مردم این عکس‌ها رو عبادت میکنن، از این عکس‌ها میترسن، به این عکس‌ها امید دارن برای اینکه کاری براشون جابجا بشه. الان حسام الدین یا عبدالقادر گیلانی اینها که نیستن، یا ابوبکر صدیق تو این زمان که نیست، طرف عکسشو داره عبادت میکنه، داره به فریاد میطلبه مجسمه عبدالقادر یا مجسمه حسام الدین. مجسمه فرقی نمیکنه، همون صورتیه که تو عکسشو زدی به دیوار.
این چه فرقی داره با کار مشرکین زمان پیامبر؟ پس این غلطه، این یه فهم باطله. طرف دقیقاً داره کاری رو میکنه که مشرکین میکردن، با این فرق که اونا میگفتن ما ملائکه و پیامبران رو به فریاد میطلبیم که مجسمشون رو درست کرده بودن. تو این زمان میگن ما اولیا و بعد کسایی که معلوم نیست اولیا هستن یا نه، اینا رو به فریاد میطلبن، میگن ما رو به خدا نزدیک میکنن. پس این یه شبهه باطلیه. آدم فقط باید خدا رو عبادت کنه و خدا رو فقط باید به فریاد بطلبه، چون خداست در یه لحظه صدای میلیون ها انسان رو میشنوه. اگه کسی اعتقاد داشته باشه که حسام الدین یا عبدالقادر گیلانی یا اماما یا انبیا در یه لحظه در زیر قبر میتونن صدای میلیون ها انسان رو بشنون، این شخص مشرکه که این اعتقاد داشته باشه. چرا؟ چون اعتقاد داره که این اشخاص میتوانن مثل خدا صدای انسان ها رو در یک لحظه بشنون، اونم صدای میلیون ها انسان رو. به خاطر اینکه میگن طرف مشرکه، چون یکی از صفات خدا که سمیع بودن یعنی شنوا، میاد این صفت رو میذاره رو این کسایی که به فریاد میطلبشون. به خاطر اینه که صفت خدا رو داده به یه دونه انسان در قبر یا به یک ملائکه یا به یک فلان، در نتیجه این شخص مشرک میشه با این شرکش. قرار نیست همیشه تو بگی یه خدای دیگه وجود داره یا من این اولیا رو خدا میدونم بعد فکر کنی این شرکه. این یکی از شرک هست. یکی دیگه اینه که یکی از صفات خدا رو به یکی دیگه بدی، اینم میشه شرک، هیچ فرقی نمیکنه.